سلام رفقا، چطوری؟ ما اومدیم با یه ویدیوی رپیه دیگه. این ویدیو قراره با هم دیگه چند تا از اجرای قوی بچهای هیپ هاپ فارسی رو ببینیم و بهشون نمره بدیم. یادتون نره که اگه با این ویدیو حال کردید حتما لایک کنید و اگر نظری دارید و امتیازی دارید و اگر با هر کدوم از این 7 ویدیو حال کردید حتما توی کامنت دوباره بنویسید. و اگر جدید هستید منو برای اولین بار میبینید حتما چنلمو سابسکرایب کنید و اون زنگوله هم بزنید که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی به ویدیومو ببینی. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ویدیو. برو بریم. اولین اجرا از گروه مینوربند با همراهی حامد هایپر و حمید پارامر، اگه اشتباه لقباشون نگفته باشم. خیلی خوبه این گروه. چه هماهنگ. این خیلی خوب بود و اینکه هماهنگ بودن خیلی عالی بود. مخصوصا دنسرها خیلی خوب اجرا کردن روی بیت و روی بیت باکس قشنگ اومدن. گروه مینوربندم که فوق العاده بودن. من چی میتونم ازشون ایراد بگیرم؟ اصلا حرف نداشتن. برای اجرا اول خیلی خوب بود. اگه قرار امتیاز بهشون بدم از 1 تا 10 میگم برای اولین اجرا. شاید چند تای بعدی یا 7 تای بعدی اجرا خیلی خوبی باشن، چون کلا سرجم 8 تا اجرا. از 1 تا 10 بهشون 9.5 میدم. اون نیم نمره هم حالا میگیم که حالا اولین اجرا دیگه، شاید بهتر از اینم باشه. بریم ویدیو بعدی که لقبش سزاواره. منم و تهران و دود تو کوچه هاش تنها را میرم میزنم سود، بی خیال سر کار و بی خیال پول، شیرین واسم بگو از جوونی و شور. را میرم وسط آدمای علکی، همه تو خودشونن یه جورایی همه پولکی، فکر جیبشونن جواب تو میدن زورکی. تو مترو یا بیارتی و تو تاکسی همه طولکی، همه خیره شدن به تلفن. خب ببین چی میده نتیجه، پیش بریم اینجوری به پیش میری همیشه نمیشه. فردامون با مغزای خشکی میشه وقتی تشنه خونیم چیه تو اسمون تعریف شه. فساد و چشای کور، بازار خراب و پول و انفعال زور، یادم کسی پشت یه نقاب خوب. من و استن فراغدای تو، منم و تهران و خون، مریض پای تخت یه بیمار روانی زیر زمینای شهر که میپیچه نسخه همتون و با خود کار لایه دفترش رو انتقال میده از زبون به گوشای کر بدون ترس. میزنیم رو دیوارا تک WG راوی و لابید واژه میچینیم میکنیم پخش تا در بیای خواب زمستونی جلوی راحتی مگه بخوای با ما. هم طرز خوندنش باحال بود، هم موضوعش خیلی باحال بود. اگه بخوام بهش امتیاز بدم از 1 تا 10 بهش میدم بدیم 9. اشکال نداره، اینم بدیم 9. الان یه سری من تو کامنت می‌نویسن چرا ندادی 10؟ این خفن بود، خیلی خفن بود. اصلا دلم میخواد بدم، دست خودمه، میدم 9. والا تو ویدیو خودمون هم باید از دیگران اجازه بگیریم بدیم 10. والا اصلا نمیخوام. نمیخوام. ولی خوب بود. تکستش خیلی خوب بود، سبک خوندنش خیلی خوب بود. امیدوارم که تمام ترکاش هم اینجوری بخونه. حال کردم باش. اجرای بعدی از آپریسا که اجرای سومه، اشتباه تلفظ نکرده باشم. بی وقت تامین میکنم به خودم سر گذاشتم و با این حال واسادم سر جا محکم‌تر از همیشه. هرچند طوری تو این خاک غریبی هستم که حتی تو اعماق احساساتم از کل منجمد میشه میکنه توجی وسیله رو بیشتر کردم و حواست باشه نگیرم هدف با تو هدف. من بیش از اندازه شدم با بیشرف با طرفم سال تو رو که بده فنا میده بچه مزلف بعضی وقت ساعت تا بیدلی خیره میشم به متابعات تعصبات که توانم متبا شدم وقت مزامین مناظر اشتباه. یه گردانو میکنم با یه قلم خلصلا به اصطلاح کارو پود تداوم تو میدارم و حواست باشه نگیره پرت بپرم. من رفتنی نیستم ولی اگه یه رو برم تک تک بدخوامم با خودم میبرم. مرسی پسر، تو هم خیلی خفن بودی. مگه میشه آقا به اینا امتیاز زیر 8 داد؟ به اینم میدم 9. تموم شد و رفت. خیلی خفن بود، هم تکسش، هم طرز خوندنش، هم صداش. ایول، داره رپ فارسی پیشرفت میکنه. کجایید پاپ خونه ها؟ کجایید؟ ایول، دمتون گرم. بریم ویدیوی
بعدی اجرای چهارم از بکنم بند باشه 021 کید 021 کید اجرای چهارم. دویای باختایی که دادم بود سنگین ولی حالا برگشتم با کامبک انگزایتی مغزم سمی ولی خب رپ کردنم از پاد زد بهم کامپلمنت دادش بد بیت گفت رپ فارسی من سر به چارتم اسم تو بیارم از تبلیغ چونیای مستو فقط میخواد شاخ شم ازم نخوایم بگیرم روتون مخصوصا اگه باشین طولای ستون ما به هم نمیخوریم آخه لاشیا بحثمون از سر گوخون با کانفیک تو پیجم این فوزو همه جام که دروغ میبافین چوپونا تونی برگشتم شد دکونا راشو وا کردم شده اتوبان بی تو پلی کن میدم مانور رو همه حرفا من میزنم بی تعارف حالا بدو برو به دوست دخترت بگو تونی مورزو بکنم فالو تو پنگوانز دونی بهم فالو ولی تا میبیننم میکنن سوالو واسهشون کلیویت میپیچم کادو بعدشم میستابم رو میز خامو شنکو میدم بخوریش داغ داغ جوم از پیکنیک ما زدیم ما بلاک دنبال بیف نیستیم ما پایکا bitch wanna downplay me that's fucked up that talk on the net is cheap when I spot up on the road that's همه این زاخره کلاب هاوس مورزم کسخال سارکست best Persian motherfucking rapper quit playing زاخا باشه فهمیدیم تو انگلیسی بلدی تو کلاس انگلیسی رفتی ولی جدی میخوام بگم اگه قرار باشه از 1 تا 10 بهش امتیاز بدم بهش میدم 8 نه میدم 7 بین 8 و 7 گیر کردم میدم همون 7 یکی این که تکستش خیلی مبتدی بود دوست نداشتم خوب نبود دیگه موافقی این تکستش زیاد حرفه‌ای نبود بعد اینکه نظر شخصی خودمو الان به تو کامنت فوش بنویس بیاین فوش هر سیدم تو کلیپ میگم نظر شخصی خودمه بیاین تو کامنت فوش بنویس اسمش 021 کید بود انتظار داشتم یه گروه باشه یه بند باشه اجرای بعدی از متین دیلر بچه اگه بد تلفظ میکنم منو ببخشید اجرای پنجم برو متین نتونستیم دستمو بگیریم خودمون به خودمون ضربه زدیم تفره نمیریم ته اصل مطلب بینه برهنه بمیریم بهش دروغ لعنتی یا چرا نمیگی ولی اینجا جهنمه میدونم که تو همین جهنمت میمونم این کشور هیچ موقع خوبمونو نخواست ولی تا تهش واسه یه خوب شدنش میخونم ببینیم چی میشه کی میخواد بپیچه کی میاد بازم تبر بزنه بریشه وقتی کلی کار میکنی نون نداری گاهی حق بده به پدرت عصبیشه بعضی وقتا میخوام بکنم برم اینجای چاینده ای نداری اینو به پسرم بگه من که از خنده شد قسمتم یکم اگه یه روز به دنیا اومدی پسرم بخند بهش میگم که جلو رامو بستیم جوونیم سوخت با کرونا و تقویم چی باید بگم مگه خونه بخوای تختی قیمت بنز شده پول پرایدان اینجا گرگا به گرگ رحم نمیکنن استعدادای خوب هیچ وقت دست نمیخورن یه گوشه روشو خاک میشینه چون نمیتونه رویاشون توی خواب ببینه حتی خیلی خوب بود تکست دمت گرم عالی بود تکست خیلی تاثیرگذار بود خیلی تاثیرگذار صدات هم فوق العاده بود از 1 تا 10 بهت میدم 9 و نیم اینم نیم 9 خیلی حسم عوض کردی و اینکه عالی بود دیگه اجرای ششم شناسه آره خدا بهم رحم کنه بعد این ویدیو قراره چقدر فوش بخورم با تلفظ کردن اسم اینا خب شناسشم ببینم چی میگه چیزی که همه دنبالشم فراریم چون زود فهمیدم و تشو دیدم شاید زیاد از حد بودم لشو ریلکس تو بگو چه جوری گذروندی شب و بی من به چی فکر میکردی انقدر آب شدی میخوای به چه قیمتی خاطراتو پاک کنی اونا پازلو تا اینجا ساخته شاید یه رو برن اون که تا اینجا باخته ببین اینجا این چی قدیمی بالا جای آدمای سطحی ما که اینجا رو دیدیم تا تش میریم زیرمو روشن کردی کجا در میری من چاشنیه کلی بمب بیرحمم یه کلبه دنج کنج این جنگل کافیه یه نمه شل بشی رفتم بدجوری طالب صلح بی جنگمی درداش رو برم سنگینی میکنه انجوری نیست فقط تفریحی میکنه کل ما و پی تشویقی میکنه سرشم درد مثل درگیری میکنه همه بریدم از خودم بیشتر جلو آینه میزنم کلن نیشخند بالاخره میاد یکم دیرتر اونی که جامعه میخواد نیستم غریب آشنا فرق نداره محکوم به مرگ اون که کش نداره هر روز خالی تر میشه دست مردم همه یا نشه یا چت یا غرق الکل غریب آشنا فرق نداره محکوم به مرگ اون قبول دارید مثل رپ خونه توی گروه ایکس بند میخونه قصلا کپی اون میخونه اصلا سبکش مثل اونه یه خورده شبیه اونه نکنه اون باشه گروه ایکس بند نظر شخصی اینجوریه که یه خورده بیتو اسلوترش میکردی بهتر بود امیدوارم که این بیت اصلیت نباشه و یه خورده تغییرات ایجاد کرده باشه تو بیت خوب خوندی ولی از 1 تا 10 بهش میدم 8 خب گروه سولز لعنتی ها مثل خارجی ها
روی سولز یا سولز یا سولز دمتون گرم، خیلی زحمت کشیدید. با اینکه میدونم خیلی کار تیم ورک سخته، هماهنگ بودن سخته، اون لباس رو پوشیدن، رقصیدن سخته چون تو ایرانیم. بعد در آخر بهت میگم که من زیاد با دنس و این چیزا حال نمی کنم، با دنس این مدل حال نمی کنم و این که شما خیلی زحمت کشیدی میخوام این امتیاز خیلی باحال بهتون بدم، همون 9 بهت میدم. خب اینم از 7 تا اجرای رپی که نباید همشو با هم دیگه قاطی میکرد. نمیدونم چرا این رسانه اینجوری کرد. خب دنس با رپ خیلی فرق میکرد. یه سری فری استایل بود، یه سری دنس بود، یه سری بیت باکس بود، هم دیگه قاطی بود، نباید قاطی میشد. شما اگه از این 7 تا ویدیو هر کدوم باهاش حال کردید حتما تو کامنت بنویسید. یادتون نره که ویدیومون لایک کنید، حتما خیلی چون تاثیر داره توی دیده شدن. اگه این ویدیوی رپی حمایت زیاد باشه حتما یه برنامه خیلی خیلی خوب واسه بچه‌های رپ دارم و طرفدارای رپ فارسی دارم. این ویدیو هم از پست رسانه 20rap.com ریاکشن رفتم روش. امیدوارم که ادمین این پیج راضی بوده باشه. یادتون نره که اگه چنل رو سابسکرایب نکردید منو برای اولین بار ببینی حتما چنل رو سابسکرایب کن و اون زنگولم فعالش کن. تا ویدیو رپی بعدی، پیس.